سلام، من مادام مسافرت و قراره کلی ایده با خودم سوغاتی ببرم. خوش اومدید. من و همسرم تصمیم گرفتیم یه چند روز بیایم مسافرت. منم چون همیشه ایده هامو از طبیعت میگیرم، از این فرصت بهترین استفاده رو کردم. من که همیشه بهتون میگم اگه ایده ندارین اطرافتون رو با دید بازتر نگاه کنین. الان خودم دقیقا همون کار رو دارم انجام میدم. هر چیزی که به چشمم میاد اولین سوالم اینه که خب چقدر قشنگه، کدوم بچهش قشنگه، رنگش، شکلش یا پیامی که داره میرسونه. هر چیزی که میبینم یه قسمتی ازش رو توی ذهنم سیو میکنم که بعدم بتونم برای ساخت آثارم ازش استفاده کنم. البته این سری منبع الهام من فقط طبیعت نبود. یه چیزی اینجا توجهمو خیلی به خودش جلب کرد، این که توی کیش 80% مغازه ها، فروشگاه ها یا حتی مراکز خرید دکوراسیون شیشه‌ای دارن. یعنی از هر 10 تا فروشگاه 8 تاش یه لایتینگ شیشه‌ای داره که مهمترین قسمت دکوراسیون اون مجموعه رو در بر گرفته. توی مسافرت‌های خارج از کشور این موضوع رو خیلی دیده بودم، ولی توی ایران متاسفانه خیلی کم بود. ولی اینجا خیلی امیدوار شدم. یعنی اولین کاری که برگردم تبریز انجام میدم لایتینگ سبک خودم رو طراحی میکنم که بتونم بلکه شیشه رو وارد دکوراسیون عمومی کنم. خب دومین قسمت جذاب سفرمم کشف یه فروشگاه با کلی شیشه های مورانو بود. من قبلا ندیده بودم که یه فروشگاه فقط شیشه های مورانو بیاد بفروشه. بودن گالری هایی که مثلا یه چند تا 2 تا 3 تا شیشه مورینو داشتن، ولی اینکه فقط همه چیز شیشه مورانو باشه نه. سومین و قشنگترین بخش سفرمم آشنایی با آثار یه هنرمند به اسم هاول پاولکا بود. فروشگاه اومده بودن، آثار ایشون رو خریداری کرده بودن و توی یه فروشگاه توی میکامار به فروش گذاشته بودنشون. این خیلی فوق‌العاده است. من ایشون رو متاسفانه نمیشناختم و اولین چیزی که به چشم اومد این که یکم شبیه کارهای لینا بود آثارشون، ولی خب سبکشون خیلی فرق میکنه. همونطور که توی پرزنتشون نوشته بودن، هاول پاولکا هم کل آثارشون رو از طبیعت الهام گرفتن. خیلی فوق‌العاده بود. خب ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودین.
تا من دارم ایده هامو طراحی میکنم. شما هم لطفا ویدیو رو لایک کنید و اگه